جعبه فیوز پراید رو میخوام توی 2 دقیقه واسهتون بگم. این البته پرایدهای جدیده، قدیمی یه خورده فرق داره یه چند تا فیوزش، ولی کلیاتش به همین صورتی که میگم. خب سمت چپ گوشه اولین فیوزی که میبینید این فیوز مربوط میشه به سیستم CNG یا گازسوز که مربوط به خودروهای دوگانه کارخونه است. فیوز کناریش مربوط میشه به شیشه شور و برف پاک کن. این فیوز بعدی، این یکی فیوز مربوط میشه به لامپای مهشکن. فیوز بعدی مربوط میشه به فن خنک کننده موتور، دور تند و کند اینا همه دیگه این بسوزه از کار میفته. این یکی فیوز مربوط میشه به فن داخل کابین یا همون کولر بخاری. این فیوز مال شیشه بالا برای 30 آمپره. و این یکی فیوز مربوط میشه به دینام انژکتور و پمپ بنزین. این یکی هم کنارش موتور مال سنسور کیلومتر و راهنمای پشت آمپر و ایناست. این فیوز کناریه، این مال گرم کن شیشه عقبه. این فیوز مربوط به بوق و چراغای استاپ عقبه. این یکی مربوط به راهنمای ماشینه. یکی هم مال روشنایی داخل کابین، چراغ سقف و اینا. این یکی مربوط به چراغای کوچک جلو عقب و چراغ پلاکا اینا. این یکی هم مال چراغ چک یا اون مقدارهای ورودی به ایسی و چراغ چک نداشتین 100% این فیوز سوخته، چکش یعنی باید بکنید. این یکی هم مربوط به سیگار، مربوط به فندک و آنتن و ساعت. این یکی آخری هم که دیگه سبز رنگه، گوشه سمت راست، مربوط میشد به قفل مرکزی. و این بود از فیوزهای پراید. البته این پراید یورو 4، حالا با مدل قدیم یه خورده تفاوت داره.